با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و راغبان گوشتین ها. اکنون دوستان عزیز، حالا ما در یکی از منظره های زیبای ناحیه جبار رسولов قرار داریم. مربی شایسته جمهوری تاجیکستان، نفری که در ولایت سوخت بحر رشد و رونق گوشتین، مخصوصا گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری، گوشتین سامبو و گوشتین جدا نقش کلیدی بازیده است. در رو برای ما است استاد استاپیروف. میخواستم که یک لحظه از آغاز تأسیس یابی ناحیه جبار رسولов و پنگ گردیدن گوشتین، مخصوصا گوشتین های ملی تاجیکی گوشتینگیری، گوشتین سامبو و گوشتین جدا در این ناحیه برای بینندگان نقل میکردید. تشکر زیاد. سلامت باشید. قبلا سلام و درود من به کل تماشابینان شبکه ورزش میرسانم، شبکه دوست داشتنی تمام جوانان جمهوری و بیرون از آن. ناحیه جبار رسولov سابق ناحیه پرولتار در زمان شوروی 1934 همچون ناحیه تأسیس یافته است. اولین تیم فوتبال در تاجیکستان از همین ناحیه پرولتار 1935 سال تیم فوتبال عمل کرده است. از روی جدهای تاریخی اوید گوشتینگیری عموما نمودهای گوشتین من گفتنی هستم که در ولایت لنین آباد حاضر از سوخت اساسا گوشتین های طرز آزاد، گوشتین های کلاسیکی رومی و گوشتین کمربندی وجود داشت. من پس از ختم دانشگاه ملی اون وقت یونیورسیته دولتی تاجیکستان بود، فاکولته اقتصادی، سال 77 به این ناحیه آمدم. اصلا مردم دهه‌ای که من زندگانی میکنم دهه لنگلیف امروز تاجیکابان نام دارد، در سرحد قرقیزستان ما زندگی میکنیم. از ناحیه کوهستان مسجاب ما مهاجر شده سال 1957 آمدگی هستیم. مردم اساسا به وادی فرغانه کار می آمدن و به جای گوشتینگیری آنها مجبور بشدند که با این مردم گوشتین کمربندی گیرند. اصلا من نزد خود مقصد گذاشتم که اون عنعنه قدیمی که با کلان ما محمد نام داشتن، پهلوانی میکردن در وادی درفشان، در امارت بخارا با همین چیز روز میگذراندن. من خواستم که همین گوشتین بابایی ما را در این ولایت برقرار کنم و از یک دهه خردکی که همون وقت همگی 1,500 اهالی داشت، ما با یک دستگیری معلمان و جوانان همون وقت یک قالین گوشتینگیری از حساب کورپه و نمد و قالین های آماده ساختیم و گوشتین آغاز کردیم. من گوشتینگیری را از همونجا آغاز کرد به مردم آموختن سر کردم و دیر نگذشته از بس که در دوشنبه من هم به گوشتینگی سامبو و هم گوشتینگی جدا مشورت میکردم. وقتی که به اینجا آمدید و اکثرا به گوشتین های یونان و رومی، گوشتین طرز آزاد میل داشتن، چگونه مردم قبول کردن گوشتین ملی تاجیکی رو، گوشتین سامبو رو در اینجا؟ من باید قید کنم که دو چیز، صنعت گوشتینگیری و صنعت فرهنگ سرودخوانی در گنفون ملت وجود دارد. این چیز مثلا هر یک ملت، هر یک خلقیت به همون موضعی که زندگانی میکند گوشتینگ وی نیز به همین چیز شباهت دارد. در خون ما همین شور شوق وجود دارد که گوشتین تاجیکی گوشتینگیری افاده کنید همین چیزی ما است، تاجیکان است، تاجیکان کردستان. مردم وادی اصلا گوشتینگ های آرام میگیرند، حتی سرود های آرام میخوانند، زندگیشون آرام است. لیکن ما مردم کردستان، تمام کردستان تاجیکستان، عموم مردم کاوکاز گیریم. ببینید گوشتینگ های آنها نیز یک نهایت گوشتینگ های تیز تند است. همین چیز به خاراکتر مردم، به خون مردم تاثیر کلان دارد و از بس که من گفتم که
گذشتگان دوری ما به گوشتینگیری میل داشتن، مردم دهه لنگلیف همه چیز بسیار خوش قبول کردن. اول قبول کردن تمام جوان، حتی من یاد دارم شادروان معلم عبدالباقی اولین شاگردان ما که 32 سال داشتن گوشتینگ سر کرد، در دوام 2 سال نامزد استاد ورزش شدن. یک بار در ولایت اون وقت لیلنامه امروزه سوخت که اساسا گوشتینگ وال بود. شهر خوجان، ما در شهر خوجان گروه شدیم. معلم هایی که با گوشتینگ طرز آزاد مشق میدادن، این گوشتینگ سامبو که گوشتینگ سامبو نیز و همان وقت گوشتینگ دوزودا و اصولهای گوشتینگ دوزودا که قپیدن پا بود، من اصولهایی که در سامبو وجود دارن در گوشتینگ دوزودای همون وقت قاعدهش اجازت بود. همین تیز همین چیز برای مردم مقبول شد، چون که این زیباترین گوشتینگ است. خب معلم، چون درباره زیبایی شما گفتید و یک بسیار افاده خوب هم گفتید که وقتی که اگر تاریخ رو برگردان کرده گفتید که در شور و شوق گوشتینگیران بیشتر با زیبایی با برآمدن به میدان با یک حوصله بسیار جالب می برآمدند و یک حرکت های زیبا هم در آغاز گوشتین ملی توجیه گوشتینگ بود. اما متاسفانه امروز ها همون عنعنه های ملی از بین رفتن و یک باره در گوشتین ملی توجیه رو من در نظر دارم که در دیه ها برگزار میگرد در میدان ها. و سبب در چی است که امروز بعضا عنعنه های ملی ما در آغاز گوشتین ملی حرکت های زیبا، رقص های زیبا بود که احترام به رقیب داشت و در مجموع که گوشتین این دوستی رو، پیوندی رو البته افاده میکند از بین رفتن. آیا برای احیا کردن این حرکت های زیبا، رقص های زیبا ممکن است؟ چرا نه؟ این کار جانی فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری جمهوری است. باید در برنامه خود همه چیزا قید کنند، چون که در حقیقت پیش از سر کردن گوشتینگ همین سالهای 70 ما در حصار، در وادی وخش، در منطقه های جنوب کشور گوشتینگیری میکردن. در معرکه ها از ما کلان سالاب پیش از برآمدن به میدان، پیش از سر کردن گوشتینگ همچون یک حرکت های برقص مانند لیکن شیرانه حرکت میکردن، جهش داشتن. من دیده دارم وقتی در در قلعه حصار گوشتینگ شد سال 71 بود، من خیلی جوان بودم. اون وقت من در تکنیکوم کوپراتیو شهر خوجان تحصیل میکردم. اونجا ما را 2 ماه فرستادگی بودن و من در اون گوشتینگ رفته به تماشا رفته بودم. اون وقت من پهلوانی که غلبه میکرد رقص اقام میکردن، درگیری که یک پای خیس کرد بال میکشادن، همه خیلی چنان زیبا بود، چنان خوشرو بود. بعد خیلی جوانان خیلی طلبات کمتر شد نسبت و همین عنعنه. این عنعنه را برقرار کردن کن. در حقیقت پیش از مثلا در معرکه های نوروزی تا نوبت پهلوان شدن و میشیند در باره زمین میشیند، بدن شخ میشود. سبب اساسا در نوروزی ها بیشتر لط خوردن پهلوان ها همین است. و باید عقلش 2-3 دقیقه پیش از سر کردن گوشت حریف معین شد، باید در حقیقت آنها باید تحت آهنگ ها یک حرکت های زیبای برقص مانند تاجیکی، من نمیگویم که و جلوه کنن، رقص شیرانه مردانه کرده یک با جهش های عنعنوی تاجیکی آغاز میکردم، خوب میشد. شما از میدان گوشتین برآمدید برای تربیت کردن فرزندان، مخصوصا شاگردان سفربر شدید. قبلا وقتی که شاگردان یا فرزندان شما گوشتین میگرفتند گفتن که فرزندان یا شاگردان استوپیروف در اینجا گوشتین میگیرند. اکنون امروز ببینید که خوشبختانه حالا برعکس شده است. میگن که مثلا کامرانشاه استوپیریون گوشتین میگیرد یا فریدونی. خب من آغاز از کار فریدون من میخواستم آغاز کنیم که اکثرا پشت پرده میموند. تا کجا فریدون در ولایت سوخت در جمهوری درخشید و در کدام مسابقه ها بیشتر خوب هنرنمایی کرد؟ در خطار دیگر شاگردان من، شاگردان بهترین من، برادران محمدوف ها، دولتوف ها، رحیموف ها، جمعمدوف ها، ولیف ها، خالف ها، من باید قید کنم که آنها از فریدون خیلی کلانسالتر بودن. آنها شاگردای اولین من بودن. بعدتر
فریدون که سال 1979 تولد شد و علاقه در 12 سالگیش گوشتینگ میگرفت. وقتی که فریدون شاه گوشتینگی آغاز کرد، اولین بار در بین جوانان آیده دوزودا غالب جمهوری شد. بعدتر ما پره بس هم گذاشتیم. فریدون شاه غالب مسابقه جمهوری عمومی جهانی شد. بعدتر بین ستاره ها قهرمان جهان شد آیده سامبو. 2 مرتبه آسیا را قهرمان آسیا شد. بعد به سامبوی رزمی گذشت. 2 مرتبه در چمپیونات آسیا مدال طلا و 1 مرتبه در چمپیونات جهان مدال برنجی گرفت. فریدون شاه 6 سال همین پایدر هم غالب اسپارتاکیاد خلق‌های تاجیکستان شد از 2000 سال کرد تا 2006. من همین خیلی یک آمار هست در 6 سال قوا آزمایش 1 خال بای نداده بود. حتی 1 خال بای نداده است. همین مثال دلخواه آدم شاهده هستند و پروتکل ها هستند. بسیار گوشتگیری خوب. متاسفانه اون وقت امکانیتی که امروز کامرانشاه دارد در زمان فریدون شاه نبود. دستگیری مولوی نبود. من به کدام خاطر معلم جان من این سوال رو دادم که حتی شادروان خدای ناظر باقیف ما گفت که اون وقتی که مثلا رستم یا علیشیر امکانیتایی که داشت یا انمون هنری که داشت حتی رسول رو به این درجه نمیدیدن. اما ببینید که مثلا در دوران صاحب استقلال کشور علاقه چهره‌های نو کشف. در حقیقت وقتی که اینها جوان بودن همه میگفتن که پسرای استاد پیرف میگفتن. بعد من آرزو میکردم که که آنها خودشون در میدان ها در جمعیت نامور شوند که با نشاندادی های آنها مردم من شناسند. و خوشبختانه امروز وقتی که من در یک روز سفر میکنم یا با یگان نفر ما میخوریم، من همچون پدر 2 ورزشگر کامرانشاه فریدون شاه معرفی میکنن که اینا پدر جهان پهلوان ها کامرانشاه فریدون شاه هستند. هر برای پدر برای مربی این یک آرزوی هر یک پدر همین است که مثال میگویند که تا کی گرد نام پدر گردی. وقتی که خود فرزند شاگرد میتواند که مثال معرفگری پدر باشد، برای پدر از این بخت جوتر نیست. وقتی که ما درباره هنر کامرانشاه میگوییم اکثرا ما از میدان گوشتین کامرانشاه در رشته سامبو فراموش میکنیم که یک قطار جایزه های بلندی ورزشی را به دست آورده است. کامرانشاه در سن 16 سالگیش علاقه در جهان مقام سوم گرفت بین نورسان. وقتی که 3 سال خودش به نورسان رسید، در گرجستان اولین بار قهرمان جهان بین نورسان شد. بعدتر در لاتویا شد، بعدتر در بلغارستان شد، بعدتر در روسیه. 4 سال پای در هم در 2 سال غالب قهرمانی جهان شد آیده سامبو. و سال آخر همراه برادرش ما امروز میگوییم به زمان امروزنگی ماسترز میگویند، چمپیون جهان بین ستاره های سامبو، هر دوشان در شهر تاشکند یک بار 2 فرزند من چمپیون قهرمان جهان آیده سامبو شدند. سال 2012 هم فهمیدیم که امکانیت 2016 2020 به بازی های المپی شامل شدن سامبو وجود ندارد و نمود المپی افضلانک است در پیش جامعه در افضلانک است. بنابراین مصلحت کردیم و گذاشتیم به گوشتین دوزودا. گذاشتیم در ابتدا خیلی مشکل بود، چون که طرز داشتن قپیدن حرکت های سامبو و دوزودا
آنقدر شباهت ندارند، چون اون چی که در سامبو جایزه است قپیدن یک طرفه یا از کمربند، در این در جودو جزا میگیرید. بعد قامت سامبو نسبتا خمتر است. همین چیزا برای ما قریب 1.5 سال وقت لازم شد که ما قامت کامرانشاه را در میدان راست کنیم و رفت اولین تاجیکی که در چمپیونات اروپا بین جوانان طلا گرفت کامرانشاه در نماد گوشتین جودو گرفت. بعدتر 2014 هم با اولین نفر شد که در گوشتین جودو غالب گران پری شد. 2016 هم با اولین تاجیکی که در چمپیونات قهرمانی آسیا آید جودو قهرمانی آسیا شد. یک رویداد تاریخی اگر بگوییم مردم تاجیک انتظار بودن از کامرانشاه یوسلاپیریان، این البته بازی های المپی تابستانه سال 2016 هم بود که ما در اونجا قرار داشتیم و یک بار دیدار کامرانشاه فکر میکنم با قهرمان اروپا این یک امر تصادفی بود که یعنی مانع گردید با کار کامرانشاه در نبردهای منبعدش. خب از نگاه شما همچون کارشناس تا کجا این نبرد با کار کامرانشاه مانع شد و آیا امکان است که در معرکه نوبتی برای اصلاح کمبودی ها و برای خوب آمدن کامرانشاه با این چنین چاره‌بینی های بزرگ ورزشی راه کشایی مالی؟ سال 2016 هم در ابتدا پیش از سرشوی المپیاد ریو در کامرانشاه در نقطه عالی تیاری جسمانیش بود. مهمه قطعه آسیا را بسیار سربلندانه غلبه کرد. با یک دیگر گران پری طلا گرفت. حتی وقتی که ما در شهرک المپی ریو بودیم همون متخصصان بیشتر در هنگام صحبت طلا را به کامرانشاه احتمالات گرفتن کامرانشاه بود و ما هیچ باوری نداشتیم که یک بار دو قهرمان دو قطعه که جودو نهایت ترقی کرده است، قطعه اروپا و قطعه آسیا به همدیگر در یکم دور میقطعند. حتی ما از روی حساب کتاب که ما با مربی چنین کرده بودیم اینها در یک زیرگروه باید نمیقطعیدند، چون که از روی ریتینگ عموما امکانیت به هم واخوری آنها نبود. ما ویا در نقشه هم نگرفته بودیم. وقتی که ما تیاری میدیدیم باید ما با کی گیره چیکار کند. ما قریب 12 روز پیشتر رفتگی بودیم، شما هم شاهد بودید آنجا چقدر ما تیاری میدیدیم. چقدر وقتی که ما به تالار میدان آمدیم تمام دسته ها به نوارگیری کامرانشاه آغاز میکردن. ما هر روز جدول اشتراک ما عوض میکردیم که در قپی ویو نزنیم. بعد که فهمیدیم که با ورران لپرتیان گرجی و میخوریم تا 3 روز 4 روز اصول های و نواراش هم مشاهده کردیم، اون مختیم چیکار کردن کار و در پرتر در بالای کردیم کم کار میکرد و اساساً برای کامرانشاه موافق بود، چون که اساساً پهلوانی بود که سر پا گوشتی میگرفت. این ما را وادار میکرد که خیلی امکان داریم. وی هم میدانست که کامرانشاه اساساً پرتافتای خوب دارد، در زمین خوب کار نمیکند، اساساً سر پا کار میکند، پرتافتای سر پا دارد و حرکت یک باره به پرتر گذراند. همون لحظه که کامرانشاه اصول آغاز کرد در مرکز میدان بود، در همین لحظه داور میدان فرمان استعداد داد، مته داد که به فکر من به فکر دیگر متخصصان که بعد تحلیل کردن اونجا حاجت دادن فرمان مته نبود، استعداد نبود. بعد از بازی های المپی برقرار شدن کامرانشاه و با نیروی همون بلند ورزشی دوباره به میدان برآمدن یک مرحله مشکل بود و چگونه برای شما همچون کارشناس، همچون اگر بگیم روانشناس او را دوباره به میدان برآوردید؟ پس از آن من شینو غم بیهوده مخور.
که زیغم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش و دینه بود. آدم باید به پیش نگاه کند. ما در همون ریو با برادرش حتی برای چی تو بای دادید نگفتیم. ما همه چیز خیلی هست قبول کردیم. چون که او را نمیخواست همه چیزا. هیچ کس نمیخواست. من میدونستم که تمام تاجیکای دنیا همون لحظه در نزد آینه نیلگون بودن، تلویزیون بودن. من بعد اون فهمیدم که اقلش 15-20 تا همین تلویزیون ها یا با پیاله شکستن یا از آینه بری پرفتن مخلصاش. همین چیز بسیار خیلی بد واقع میگن هم خیلی شد. اگر یاد داشته باشید از طرف کمیته کار با جوانان تکلیف شد که روز 17 آمده 17 سر گوشتین گیرد در جام پایتخت. و من گفتم ما برادران این جامعه داماده پوشیده است. خیلی نه مردم میخواهند که کامران شاه بعد از المپیاد بینن در چه روح است، در چه حال است. بعد جمع شدن شاگردا، فرزندا، خشتبار چیکار میکنیم؟ مهمانای پیش از بدخشان و از دیگر موضوعات توسعه علاقه همکارای من دوستای و خانه مهمان آموزاد بودند. مثلا خیلی چیکار میکنیم؟ مثلا مردم طلب دارن یک دعا خیلی کامران شد. پدرجان یک دعای شما ما دعا داد ما برفتیم. خستن قریب یک 20 نفر از این دهه جوانان، شاگردا، خشتبار، جیانها در دوشنبه رسما شدن رفتن. من شما داشته باشید در فینال با قطعه سجاد گوشین گرفت، ماشین برد، ماشین قطع آمد. یک چیز تاریخی با همون ماشینی که در بارش تحفه شاه جایزه آمد، خودش در سری چنبر که رول عروسش بار کرده به خانه آورد که یک رزمی بود برای ما. خب معلم، من میدونم که مربی شخصی است که پیوسته از برد و باخت شاگرد دویما در هیجان است، یک احساساتی بلند دارد. شما که به حیث هم مربی هم پدر هستید، آیا در لحظه های برد و باخت با کدام همون خاطراتی احساسی گرفتار میشید؟ مگر تاثیر گذاشته است از این لحظه های هیجان بخش شاید به اضطراب هم حالت های شود؟ راستش همین من چیکار گویم، همین از 2-3 روز پیش از سرشوی مسابقهاش علاقه فشار من برام می شود. خیلی هم شاگرد بود هم فرزند خردی که در 3 سالگیش کنجه میگویند مردم تاجیک، در 3 سالگی در سر زانوی من در وارد میدان شد تا امروز. این حیات جوانی که کوچگردی نداشت این بچه. ما اینا بعد در تورال لنگریف مشق آغاز کرد. در 6 سالگیش برای آنکه زبان روسی آموزد به شهر خوجند آوردیمش. با برادرش فریدون شاه همراه کردیم، در خانه وی زندگانی میکرد. سحر درس آمده خانه، عبید خواندن خیام. آیا به اندیشه شما در اینجا بود خطاگی که از جانب شما یا برعکس شما امروز افتخار دارید که چنین فرزندی نکنام تربیت کرده اید؟ همین انرژی را من با تجارت نه، با یافتن مبلغ دنیایی نه، لیکن همه چیز من با ورزش که یک آیین جوانمردی است همه چیز سر کردم. من اگر بار دیگر تولد شوم نیست با همین راه میروم، چون یک راه است که ملت معرفی میکند. گوشتین در تاجیکستان در بین عموما مردم فارس زبان، چه در ایران، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، رقم یک است. به یاد نآوردن استاد صمیم رحیموف در تمام برنامه ها این گناه است اگر که ما او آدم به خوبی یاد نکنیم. من باید قید کنم سال 1975 در مینسک با یک تحفه مخصوص برای
за самый симпатичный участник برای یکی زیباترین با اون آدم تحفه داده بودن. چقدر قامت زیبا، چقدر سیمای تاجیکانه. بنابراین گوشتین گرفتن یک گوشتینگیری یک بهترین یک کسب است. من یک سخن تاریخی رو هم یاد دارم وقتی که پیشوای ملت در یک گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری حضور داشت در ولایت سوق، مخصوصا که او این مسابقات نیست با تشبث شما رو اندازی شده بود. در اونجا گفته بود که همین گوشتین ملی تاجیکی برای احیا و پاس داشتن این سنت خلق تاجیک باید در تمام جشن‌های ملی مسابقات گوشتین ملی برگزار شود. یعنی این سخن تاریخی محض از ولایت سوق از مسابقات گوشتین ملی بود که در همین جا برگزار شد. خب امروز بعد از سخن پیشوای ملت در ولایت سوق گوشتین چگونه رشد یافت و حالا که در ناحیه جبار رسول حضور داریم تا کجا اکنون نورسان و جوانان این ناحیه و در مجموع ولایت سوق با گوشتین روی آوردند. این در دور گشاده شوی امفی‌تئاتر در موضع زیبای ارباب ناحیه بابا جان غفورов دایر شد که پیشوای معظم ملت ما دوستدار و مخلص اساسی گوشتین ملی اشتراک کردند و راهبران شهر و ناحیه ها را وظیفه‌دار کردند که در تمام جمهوری که در تمام جشن‌های دولتی حتما در شهر و ناحیه ها گوشتین ملی برقرار شود، گذرانده شود. این چیز در بسیار شهر ناحیه ولایت ما البته با پیشنهاد با کاربری ما در جشن‌های ملی چه نوروز، چه استقلالیت، چه حتی روز زبان، روز سرقانون ما کوشش میکنیم که همین گوشتین ملی را گذرانیم. این چیز یک تکان خوب داد به فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری تاجیکستان که دست او را دراز کرد که وقتی که در این آن شهر ناحیه برقرار بشود، برگزار میشود مسابقه ها، فدراسیون میتواند دخالت کند برای درست گذاشتنشان. امروز رئیسان شهر ناحیه ها باید که خودشان هوسمند باشند که مثلا در ناحیه وی قهرمان های قطعه آسیا یا جهان یا اشتراکچیان بازی المپی هستند. این باید باعث افتخار همون راهبر ناحیه باشد. آیا ورزش و همین سه عنصر گفته میتواند در بنیاد جامعه سالم نقش آفرد و چی امید داره، چی آرزو داره در آینده عملی؟ در هر یک شهر ناحیه مکتب‌های ورزشی عمل میکنند. من پیشنهاد میکردم که همین گروه‌های شماره واحد کارهای همین مکتب‌ها را زیاد کردن در کار، حتی در هر یک دهه دورسترین هم نماینده های مربی ها فعالیت برند. جمعیت کی سالم می شود؟ وقتی که ورزش عمومیت پیدا میکند. و دسته یک کچین جمهوری شامل می شود 9 10 7 8 9 10 نفر، عمومیت 20,000 30,000 50,000. باید که در شهر و ناحیه ها عمومیت ورزش برقرار کنند. روزهای دو من حاضر بسیار خوب شده است هر روز شنبه در تمام شهر و ناحیه ها مشق‌های پگاه روزی گذرانده می شود. این چیز خوب است، این بسیار چیز خوب است. این عموما برای آنکه تحلیل‌ها نشان دادن که ورزشگران نفرهایی که به ورزش دائما مشغولند یگانشان کسل امروزه وبای اصل نشدند، خوشبختانه. یا شدن به طور سبک گذراندن. شاید آنها خودشان حس نمیکنند که چون که ایمونیتت میگویند، ایمونیتت بدن یعنی که مبارزه بدن با کسلی ها پرزور می شود. کدام وقت؟ وقتی که بدن سالم است، آب تا می یابد، مشق دائم، مشق که نه اینکه مثلا یک روز کاری تا 10 روز، نه، مشق
پیوسته. من باوری دارم که به ورزش مشغول شدن، به ورزش دائم مشغول شدن برای سالم گردانی خود، این برام برداشتن ایمونیتیت است، سالم بدن است و خودی یگان دورو کاری کردن نمیتواند که خودی بدن ارگانیسم انسان مبارزه میبرد، خودش صحت میکند. من دعوت میکردم که من از پگاه سحر همه سحر خیسته دوید بدن آب و تاب تید، هوای تازه وطن. اصلا همه این آبادی، همه این اشتراک ما در مسابقات جهانی، این نتیجه استقلالیت دولتی ما است. خوش به حال این جوانا. در زمان ما بهترین پهلوانهای ما راه نمیافتند حتی به قسم نهایی 10 مانع ها بود اگر به جهان برآمدن. لیکن امروز من مرحمت ناحیه را بر، ولایت بر، جمهوری را بر و به قطعه و جهان مرحمت. وقتی که انسان قوی بزرگه و روحش هم بزرگ است و سخنش هم برو است، سخنی هم در رو بروی هر یک انسان گپ زدن میتواند، فکر گذاشتن میتواند. بنابراین تنی سالم خوب است برادر. پس اگر سالم شدن خواهید با ورزش شغل ورزید. این یک صحبت بسیار هم آزاد و صحبت صمیمی بود و یکی از مربیان شایسته جمهوری تاجیکستان با نفری که امروز در رشد و رونق ورزش مخصوصا گوشتین ها نقشی کلیدی رو در ولایت سو بازیده است، این استاد توفیق.